سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه. امروز اومدم آموزش نصب یکی از بهترین چیزا و مفیدترین چیزا تو دنیا رو بهتون بگم. میخوایم دسکتاپمون رو از این شکل مزخرفی که هست تبدیلش بکنیم به این شکل. به به چقدر خوشگله، خدا وکیلی خیلی خوشگله. وقت تلفی نکنیم، بزنیم بریم سراغ اصل ویدیو و بهتون آموزش بدم که چجوری اون دسکتاپ خفن رو بیارید به کامپیوتر خودتون. خب توی دسکریپشن چند تا دونه لینکه که این لینک ها رو باید بازش بکنید و دانلودشون بکنید. اول بیاید سراغ این لایولی والپیپر، دانلود اینجا که بزنید و اینجا حالا میتونید یا مایکروسافت استور دانلود بکنید یا میتونید اینستالرش رو بگیرید خودتون مستقیم دانلودش بکنید. من اینستالرش رو گرفتم و دانلودم کردم. بریم نصبش بکنیم. این صفحه براتون باز میشه اگر بخواید ورژن ممنونش رو دانلود بکنید. اینو میتونید اینو بزنید یا اینو بزنید، فرق نداره. اگه دو تا یوزر دارید اینو بزنید، اگر یه دونه یوزر دارید مثل من اینو بزنید. اوکی، پروسه خیلی ساده ای داره نصبش. next، اینجا accept، next و اینجا next، install و به همین راحتی میره نصب میکنه اون لایولی والپیپر رو و اون شکل اصلی که توی والپیپر من میدید و این برنامه داره. اما بیایم چند تا برنامه خفنه دیگه هم نصبش بکنیم. اون تسکبار منو دیدید که چقدر جذاب بود و ترانسپرنت بود و اینا. باید بیاید اینجا راوندد تیبی رو نصبش بکنید که لینک گیت هابش رو براتون گذاشتم. بیاید پایین این ورژن زیپش رو دانلود بکنید و یه دونه دیگه اکستنشن برای همین راوندد تیبی هست به نام ترانسکلوسنت تیبی اگه اشتباه نکنم. اونو هم بیاید دانلودش بکنید و اینجا یا اپ اینستالرش رو بگیرید یا باندلش رو بگیرید و به این زیبایی. حالا فینیش رو اینجا میزنیم و بیاید تیک افکت بکنه برنامهش باز شه که بریم والپیپر رو هم بندازیم. حالا تا اون داره باز میشه بیایم اینجا اون یکی برنامه هم نصب بکنیم. باز شد. خب اینجا برنامه بعدی که گفتم راوندد تیویه، اینو دانلودش بکنید. ویندوزم رو تازه نصب ریست کردم کامپیوتر رو. اینو بیاید اکسترکتش بکنید حالا یه جایی هر جا که خودتون. حالا من اینجا همینجا اکسترکتش میکنم. این برنامه که باز شد حالا میتونید اینجا هر کدوم میشه کازه نصب بکنید. این پیریودیک تیبل خیلی جذابه، واقعا خیلی باحاله. بذارید این بیاد، خیلی خوشگله. این خیلی باش حال کردم. جدول تناوبیه که حالا اونایی که مثل من حالا رشته ریاضی یا تجربی هستن خیلی به دردشون میخوره. بذارید اینو بک‌گراند پی سی تون. اینجا حتی آرایش الکترونیش هم میاره اگه بزنید. این الکترونا رو میبینید دارن دوره هسته میچرخن. خیلی این باحاله. مثلا باریوم اینجا داری ولی فکر کنم به ترتیب نیست. اسکاندینوم، تایتانیوم، وانادیوم، گاز نجیب رو اینجا داریم و خیلی خدایش جذابه و واقعا خوشگله و هیچ حرفی هم درش نیست. خیلی هم خلاقانه است و اینجا نوشته مثلا از چه نوعی ان اگر مثلا یادتون رفته باشه. مثلا این بنفشه ببینید نوبل گس نوشته. البته 2 تا الکترون داره، نمیدونم اون یکیش هم اومد. و گازای نجیب رو اینجا داریم میبینید قشنگ اینجا نوشته و خیلی خودش جذابه. اینا هم که ناشناخته است اینا خدای خوشگله. گفتم اونا که رشته ریاضی تجربی هستید واقعا چیز خوبیه، به دردتون میخوره. اینو هم داریم. خیلی باحاله. میبینید چقدر خوشگله، خیلی خوشگله. حالا مدل دیگه هم هست. این لیوینگ روم خیلی خفنه. بیاد اینجا میبینید تایمو اینجا بهمون میگه. اینو میتونیم عوض بکنیم. ما این پینتینگ اینجا رو میتونیم عوض بکنیم. خیلی جذابه. اینجا که نو سیگنال نوشته، الان اگر من یه موزیک پخش بکنم اونجا عکس اون تامنیل موزیک رو میاره و رقص نور هم برامون میره. حالا من یه موزیک پخش کنم. موزیک البته کاپی رایت داره ولی بذارید من یه موزیکی پیدا کنم پخش بکنم. خب من حالا نمیخوام موزیک بک‌گراند باشه ولی میبینید من اون موزیک گذاشتم اینجا تامنیلش اومده. من صداشم خیلی کم کردم، به صداش ببندم مثلا. آره ببینید هر چقدر صداش بیشتر باشه اینجا یه دنسی میره نوره اونجا. حالا من کلا صدا خودم هم میبندم و صداشو زیاد میکنم. ببینید قشنگ دیدید چقدر باله. حالا اینم دوره بستمش نو سیگنال زد و این خیلی خوشگله. اینو خیلی خفنه به نظر من. اینجا سیمپل سیستم رو داریم، مدل ورد و حرفی درش نیست. هیل ببینید چقدر باحاله. و اونی که من داشتم استفاده میکنم این رین است که میتونید بیاید اینجا توی تنظیماتش توی کاستماایز میتونید اینتنسیتیشو زیاد بکنید. بارونا بیشتر میشه قطرهاش. سرعت بارونا زیاد بکنید. میبینید
برایتنسش نورش رو زیاد بکنید، کم و زیادش بکنید اینو، و زومش رو بیشتر بکنید، کمتر بکنید، قطعه رو میبینید قشنگ. حالا بلر اینتنسیتی هم میتونید زیاد بکنید، وری های بکنید، میتونید خودتون دستی تنظیم بکنید که اون بک‌گراند پشت چقدر زیاد باشه کم باشه. پنینگ رو داریم که چیز جالبی نیست واقعا. لایتنینگ داریم که میتونید رعد و برق بزنید بک‌گراند و همین، و خیلی جذابه اینم. و اینجا میتونید تنظیم بکنید که چه بک‌گراندی داشته باشه. من الان بک‌گراند GTA 6 رو بیارم ببینید و حالا اینم بک‌گراند GTA 6 و بزنم بریم کارهای دیگه هم سریع انجام بدیم. فایل‌های بعدی که گفتم بهتون راوندد تی بی و ترانسکلوز تی بی که دانلودشون کنید و بیاید مثل من نصبشون بکنید. راوندد تی بی که اکسترکتش کردیم بازش بکنید فایل EXE شو و اینجا اوکی بهش بدید و حالا اینش هم زیاد توجه نکنید بهش. اپلای که بزنید ببینید گردتر شدین بک‌گراند پشت ما. خب بیاید اینجا ترانسکلوسنت تی بی کامپتیبیلیتی رو هم تیکش رو بزنید و اپلای بکنید. حالا میایم اینجا که ترانسکلوسنت تی بی رو دانلود کردیم که حالا یا فایل باندلش رو گفتم میگیرید یا اپ اینستالرش رو. مثلا باندلش رو من باز بکنم، اینجا لانچ ون ردیو بزنید و اینستال، به همین راحتی اینستال میشه و الان دیگه اون ترانسپرنس بودن صفحه رو هم داریم. الان وقتی که اینو باز بکنید ببینید شاید این برای بعضی جذاب نباشه که اون بک‌گراند پشتم وقتی که صفحه ماکسیمایز باشه. بیاید اینجا ترانسکلوسنت تی بی رو انتخابش بکنید، راست کلیک بکنید روش، ماکسیمایز ویندوز رو بزنید، اینیبلش بکنید. دوباره همین رو بیاید و اینجا بذارید روی نورمال. الان که میبینید دیگه اون بک‌گراند نیست و شاید برای بعضی بهتر و قشنگتر باشه این که حالا اینم هست. میتونید اینا انتخاب بکنید و میرسیم به آخرین آپشن رین ماتر که اینا هم میتونید دانلودش بکنید. وقتی که دانلودش بکنید اینجوری میتونید به نصبش بکنید. اینجا رین ماتر رو بازش بکنید همینجوری. حالا تا عادی که همه برنامه رو نصب میکنید بیاید جلو، همه اینا رو تیکش رو بزنید اینجا یس و تموم شد. فینیش رو که زدید رین ماتر باز میشه براتون و حالت پیشفرض چند تا اسکین رو براتون لود میکنه. ایناست که برای من اصلا جذاب نیستن. اگر این گزینه رو بزنید میتونید تو سایت رین ماتر و میتونید توی بخش دیسکاور بیاید توی دیوینت آرتش و اون چیزایی که میخواید رو دانلود بکنید. مثلا کلاکر رو مثل من دیدید اون ساعت اونجا بود، توی دیوینت آرت دانلودش کردم که میتونید بیاید توی دیوینت آرتشو و یه عالمه از این اسکینا رو دانلود بکنید و نصبشون بکنید. حالا چجوری نصبشون بکنید؟ حالا چیکار باید بکنید؟ این ترای رو باز بکنید، روی رین ماتر راست کلیک بکنید، بیاید توی منیج. حالا که اینجا که میبینید این اسکینا هست که حالا اگه میخواید نباشه بیاید تو اکتیو اسکینا، مثلا کلاک رو انتخاب بکنید آنلودش بکنید. بیاد مثلا دیسکو انتخاب بکنید آنلودش بکنید، اینو انتخاب بکنید آنلودش بکنید، اینم آنلودش بکنید که صفحه خالی باشه. و اینم بود از این، هم دیزیبلش کردیم که نباشه. و حالا میتونید برید توی سایت دیوینت آرت دانلود بکنید اسکیناشو و بیاید اینجا و اسکیناشو بیاید بندازید توی اینجا و انتخابشون بکنید و همینجوری لود رو بزنید و براتون بیاد. حالا من اینم بازم آنلودش میکنم. اینجا مثلا گوگل رو داریم، google.ini مثلا لودش بکنیم. گوگل اینجا میتونید سرچ بکنید تو سایت گوگل، مثلا میاد توی براوزرتون و کلا چیز جالبیه که میتونید اینجا اسکین‌های مختلف رو دانلود بکنید از دیوینت آرت و بیاید اینجا نصبشون بکنید به همین راحتی. دمتون گرم که این ویدیو رو دیدید بچه‌ها. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و یک تم جذاب‌تری به دسکتاپتون داده باشید. اینم به درخواست خود شماست، چون من یه ویدیو درست کردم. واقعا دمتون گرم، واقعا عشق منید، دمتون گرمه. تا الان ویدیو 1600 تا ویو خورده که واقعا نمیدونم چی بگم، واقعا دمتون گرم. توی اون ویدیو آموزش نصب یه مود گرافیکی خفن و اختصاصی برای GTA 5 رو بهتون دادم. مثلا بک‌گراند من همونطور که میتونید ببینید آرت ورک رسمی راکستار از GTA 6 بود و کلی حال بدید به سیستمتون و اصلا چشتون باز بشه وقتی نگاش میکنید. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. دمتون گرم بازم بچه‌ها. لایک و کامنت این ویدیو و ساب چنل فراموشتون نشه. دوستتون دارم بچه‌ها. تا یه ویدیوی دیگه خداحافظ. اگر هم به محتوای ماینکرافتی علاقه دارید میتونید چنل دوممون رو ساب بکنید. اگر هم دوست دارید میتونید پیج اینستاگرام فالو بکنید و اونجا هم داشته باشید. دمتون گرم تا یه ویدیوی دیگه. بای بای. خداحافظ.